بارندگی امروز کیش 25/9/1404. امسال خداوند بزرگ رحمش اومده، حتی در کیشی که گاهن سال یک بار بارون میبارید الان تقریبا 4مین بارونی که باریده و این بارون واقعا دیگه اوج لذتیه که ما داریم از بارونه داریم میبریم. چنان داره بارون میاد سیلاسا که آدم فکر میکنه تا 1 ساعت دیگه در کیش سونامی میشه. خب حالا خدا را شکر انگار بارون سراسریه و در همه جای کشور هستش، ولی برای ما بارون خیلی زیبا و مهیج و غیر قابل باور بوده که به این شکل باشه در شهر کیش. من نمیتونم پنجره رو باز کنم. صدای رعد و برق هم که از توی بارون دارین میبینید میشنوید.